بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام مردم، سلام هم نفسای نازنین، دوست داشتنی و همیشگی یاد خدا الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. رسیدیم به ایستگاه آخر شبهای محرم و صفر و آخرین شب این عزاداری 2 ماهه. قبول باشه همه عزاداری ها و سوگواری هاتون. و امشبم که شب شهادت 10مین معصوم و 8مین امام و افتخار شیعه، چشم و چراغمون، دار و ندارمون، همه کس و کار ما ایرانی ها، حضرت امام الرؤوف آقا امام رضا جان علیه السلام. امام نازنینی که هرگز از کسی رو بر نمیگردوندن، کلام کسی رو قطع نمی کردن، پاشون رو جلوی کسی دراز نمی کردن، هیچ وقت به چیزی تکیه نمی دادن مادامی که اصحابشون تکیه ندادن، خدمتگزارانشون رو با نام بد صدا نمی کردن، بلند بلند نمی خندیدن، اهل تبسم. سر سفره، کنار سفره یه ظرف بزرگی میذاشتن، بهترین غذاها و میوه‌ها رو جمع میکردن برای نیازمندان و فقرا. شبا کمتر میخوابیدن، بیشتر اوقاتشون رو به خوندن نماز و دعا و قرآن میگذروندن. همیشه معطر بودن و از عطرهایی که براشون سوغات آورده بودن استفاده میکردن. خوش لباس بودن، خوش رو بودن. خدا کنه یه قدری از این ویژگی های امام هشتم که اینقدر براشون میمیریم و دوستشون داریم و دلمون هم لک زده برای زیارتشون، یه قدری از این ویژگی هاشون توی زندگیمون پیدا بشه انشاءالله. شب شهادت امام رضا رو به حضرت ولی عصر و به همه شما با همه قلبم تسلیت عرض میکنم. خوش آمدید به یاد. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول الله. خوش به حال اونایی که امشب توی صحن گوهرشاد، صحن آزادی، صحن انقلاب کنار ذریح مطهرشون این سلام رو تقدیم میکنن به محضرشون. انشاءالله خیلی زود نصیب و قسمت من شما هم بشود. عرض سلام و خیر مقدم و عرض تسلیت خدمت حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی نژاد عزیز. خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت دارم. شهادت 8مین امام همام حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام که همونطور که شما فرمودید افتخار ما شیعیان و چشم و چراغ ما ایرانی ها و همه کس و کار ما ایرانی ها. امیدواریم که همه ما مشمول عنایات و توجهات اون بزرگوار قرار بگیریم. الهی آمین. به دعای خیرتون، نفس حقتون انشاءالله. سلامت باشیم. آقا خدا رو شکر ما یه بار دیگه خدا بهمون اجازه داد یه 2 ماهی یه دل سیر برای امام حسین جان مخصوصا اشک ریختیم، گریه کردیم در مصائب آل الله علیهم صلوات الله، پیامبر مهربونمون امام حسن مجتبی. امشب و انشاءالله فردا برای امام رضا جان. خدا رو 100,000 مرتبه. ما یه 2 ماهی هم سعادت پیدا کردیم اینجا در نزدیکی های حرم حضرت معصوم سلام الله علیه زیر سایه‌شون هستیم.
اینجا در این امامزاده خیلی خیلی معنوی و نورانی، امامزاده سید علی در قم، اجازه دادن ما رو به حضور پذیرفتن با 3 واسطه. فرزند حضرت ابوالفضل عباس هستن، شما بهتر من میدونید. سلامت باشید ان آره، ما توفیق رفیقمون شد امسال، خیلی باید خدا رو شکر بکنیم از این بابت که محضرشون بودیم. بله، حقیقتا این شبها همونطور که شما فرمودید شبهای شکره، شبهای قدردانیه. من هم حالا فرمودید اصلا اگر اشکالی نداره بحثمون رو اصلا همون موضوع شکر قرار بدیم، چه اشکالی داره؟ مقداری پیرامون شکر صحبت کنیم. به نظرم اصلا همین بعد از محرم و سفر همین در واقع جدا که میشیم، میخوایم جدا بشیم از محرم و سفر، اولین کاری که میکنیم باید شکر بکنیم که ما این 2 ماه رو دقیقا همینطوره فرصت پیدا کردیم که برای آل الله اشک بریزیم، گریه بکنیم. آره، مقدمه این بحث شکر، من یه داستانی عرض کنم از یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام. خیلی خوب. به نام احمد ابن عمر که ایشون از آل ابی شعبه حلبی است، یعنی از خاندان ابی شعبه حلبی. اینها یه خاندانی بودن در کوفه زندگی میکردن، اما چون به حلب سوریه تجارت میکردن معروف بودن به آل ابی شعبه حلبی. مرحوم نجاشی اون رجالی معروف و متبحر شیعه تو رجال خودش میگه کانو جمیعهم ثقات، همه این خاندان ثقه بودن، صادق بودن، راستگو بودن. یه دونه آدم منافق یا نخاله تو اینا پیدا نمیشد، همه اصحاب درجه 1 امام. این احمد ابن عمر هم خب طبعا تاجر بود دیگه. میگن اومد خدمت امام رؤوف آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، عرض کرد آقا جان چند وقتی بازار کساد شده، جنس گرون شده، بازار راکت شده، مردم نمیخرن، وضعیت اقتصادی ما به هم ریخته، دعایی کنید وضعیت ما به حالت سابق برگرده. خیلی آه کشید، خیلی به حالت افسردگی ناله کرد. امام رضا علیه السلام فرمودند که احمد ابن عمر میخوای دعا کنم مثل هرثمه بشی؟ میخوای دعا کنم مثل طاهر بشی؟ 2 تا از افراد بسیار صاحب منصب و صاحب قدرت و صاحب ثروت در اون زمان، همه بیان جلوت خم و راست بشن، همه بله قربانگو بگن، هر وقت چیزی خواستی 10 نفر برن که فرمان آقا رو امتثال کنن. میخوای ثروت داشته باشی، قدرت داشته باشی، شهرت داشته باشی، مکنت داشته باشی؟ گفت آقا چی بهتر از این؟ هر کی باشه میگه ما میخواستیم به حالت سابقمون برگردیم دیگه، هرثمه و طاهر که نور علی نوره. آقا فرمودن فقط دعا میکنم خدا مثل هرثمه و طاهر نعمت ولایت ما اهل بیت رو ازت بگیره. حاضری؟ احمد ابن عمر شاید بهش برخورد، گفت آقا جان اگر تمام این زمین رو پر از طلا و نقره کنن بدن دست من احمد ابن عمر، بگن به جاش ولایت اهل بیت رو بده، حاضر نیستم. ولایت علی ابن ابی طالب رو بده، حاضر نیستم. محبت زهرای مرضیه رو بده، حاضر نیستم. سرمایه محبت زهراست دین من، من دین خیش را به 2 دنیا نمیدهم. هر مهر و ماه را به 2 دستم نهد قضا، 1 ذره از محبت زهرا نمیدهم. همسایه رضایم و در سایه رضا، این سایه را به سایه طوبا نمیدهم. بر سینه ام جمال علی نقش بستم، این سینه را به سینه سینا نمیدهم. بله، اینم همین جواب داد. خیلی ثروتمندیم. امام رضا علیه السلام فرمود که احمد ابن عمر فمن ایسر منکم، پس کی در این کره خاکی از تو ثروتمندتره؟ تو داری اقرار میکنی، اعتراف میکنی من نعمتی دارم، من گنجی دارم، من گوهری دارم که این گوهر رو با همه عالم معاوضه نمیکنم. یعنی من ثروتی دارم که همه پادشاهان عالم این ثروت رو ندارن، پس چرا نشاط نداری؟ چرا غمباد گرفتی؟ چرا افسرده ای؟ چرا دلمرده ای؟ چرا کشتی‌ها غرق شده؟ احمد ابن عمر شاد باش، تو باید فریاد عین الملوک و عین ابناء الملوک سر بدی، نه اینکه یه گوشه کز کنی غمباد بگیری. نباید. بعد حضرت اینو فرمودن فلیشکر الله، کسی که چنین نعمتی رو داره باید اهل شکر باشه.
باید شاکر باشه. این انتظار ائمه و انتظار امام رضا از ماست که حالا که چنین نعمتی رو به شما دادن شاکر باشید. آقای قوامی خدا میدونه این نعمت یا حسین گفتن یا زهرا گفتن، امیرالمؤمنین رو صدا زدن، این نعمت خیلی بالاتر از اون چیزیست که ما فکر میکنیم. خیلی. اما قدر این نعمت رو نداریم. این نعمت رو داریم باز غم میخوریم، باز افسرده ایم. همین که به ما اجازه دادن، چون خدای متعال تو قرآن میفرماید ذکر اذن میخواد، اجازه میخواد. ما به هر کسی اجازه ذکر نمیدیم. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. ما به بعضی از خانه ها اجازه دادیم که ذکر خدا در اون خانه ها طنین انداز بشه. ذکر اولیای الهی همون ذکر خداست. به بعضی از خانه ها اجازه داده شده ذکر اولیای الهی در اون خانه ها طنین انداز بشه. این که به ما این اجازه رو دادن شکر نمیخواد؟ تشکر نمیخواد؟ خیلی میخواد. ولی این گفت من این یه بیتم بخونم با اجازه شما. به حشر هم که برانی مرا ز خویش هنوز، از این که نام تو بردم به تو بدهکارم. ما بدهکاریم، باید شاکر باشیم. حتما همینطوره. این که فرمودین آدم امام حسین داشته با شما افسرده باشه، انصافاً میخواستم بگم من اصلا ندیدم که بگم هم دروغ نگفتم. واقعا من ندیدم این تو هیئت حسینی ها تکیا من آدم افسرده ندیدم. آفرین. محل نشاطه. آره من هر چی دیدم افسرده جای دیگری غیر از اینجا دیدم. دقیقاً این. توی هیئت ها، تو حسینی ها، توی کربلا، توی زیارتگاه ها آدمایی که میبینم افسرده نیستن. اینی که یه دی نشناسن از بیرون ببینن چون اینا دارن گریه میکنن، تو سرشون میزنن، تو سینه‌شون میزنن، مثلا ناله میزنن، آخ اینا پس الان افسردن که این کارو دارن میکنن. اصلا اینجوری نیست واقعا. یعنی واقعا شادترین آدما رو نمیدهم به سرور بهشت این غم را. آره این غمیه که سرور آفرینه، نشاط آفرینه. همونطوری که شما میگید معمولا کسانی که ارتباط دارن با ابی عبدالله الحسین اینها پر از نشاطن، پر از انرژی هن. فرمودیدم دیشبم دیگه، یعنی بله هرچی نزدیک مرگشون میشون، نزدیک شهادتشون میشه، تازه پرشورتر و پرنشاطتر هم میشن. دست شما در نکنه. ما یه فاصله بگیریم، اجازه میدید؟ ما در خدمت شما این و داریم استفاده میکنیم. الحمدلله رب العالمین. بفرمایید. خواهش می‌کنم. امام رضا جان علیه السلام فرمودن که رحمت خدا بر کسی که امر ما رو زنده میکنه. پرسیدن امر شما چطور زنده میشه؟ فرمودن علوم ما رو یاد بگیره و به دیگران هم یاد بده. بنابراین رحمت خدا بر آجای طباطبایی نژاد که علوم اهل بیت رو یاد گرفتن، دارن به من و شما یاد میدن و امر اهل بیت امام رضا جان زنده میشه. اینطوری آقا سراپا گوش. سلامت باشید. لطف شماست. ان شاءالله توفیق داشته باشین که خادم این درگاه و آستان باشیم. خدمت شما عرض کنم که عرض کردیم انتظار امام رضا علیه السلام از ما اینه که شاکر باشیم. حالا چطور شاکر باشیم؟ امام صادق علیه السلام توی روایتی که در کتاب شریف مصباح الشریعه این روایت اومده میفرمایند ادنی الشکر رؤیت النعمت من الله و ان لا تعصیه بنعمته و الرضا بما اعطاه. برای اینکه وارد وادی شکر بشید 4 قدم رو باید بردارید. شکر 4 مؤلفه داره. اولین قدم رؤیت النعمه، نعمت رو ببینید. دیدن نعمت جناب آقای قوامی خودش یه هنره. آدم نعمت‌هایی که غرق در این نعمت‌هاست ببینه، شکرگزار باشه. من گاهی عرض میکنم میگم مردم عصر حاضر، مردم جهان امروز مرفه‌ترین عصر، مرفه‌ترین مردم در طول تاریخ و متاسفانه افسرده ترین مردم تو طول تاریخن. نه به خاطر اینکه نعمت ندارن، به خاطر اینکه نعمت‌ها رو نمیبینند. و الا ما الان نعمت‌هایی داریم که پادشاهان تاریخ خواب این نعمت‌ها رو نمیدیدن. پس این معلوم میشه که امکانات و رفاهیات لزوماً آرامش نمیاره. آرامش نمیاره. کدوم پادشاه تو طول تاریخ جناب آقای قوامی میتونست یک مسیر صدها فرسخی رو در عرض 2 ساعت طی کنه؟ کدوم پادشاه تو طول تاریخ میتونست در فصل گرما، تو فصل تابستان آب خنک یخچال بخوره و زیر کولرگازی لم بده؟ کدوم پادشاه در طول تاریخ میتونست با یه عزیز سفر کرده ای که هزاران فرسخ از او دوره
صحبت کنه و تصویر او رو هم ببینه. مردم جهان امروز انصافا مردم مرفهی هستند، اما در این حال افسردن، در این حال دل مردن. چرا؟ چون نعمتها رو نمیبینن، قدر نعمتها رو ندارن. خود این دیدن نعمتها، من دیدم یک کتابی نوشتن، یکی از این نویسندگان غربی، خیلی کتاب قشنگی است، معجزه شکرگزاری. آره خیلی هم طرفدار پیدا کرده. تو این کتاب قشنگ به آدم یاد میده چطور نعمت رو ببینید. یعنی دیدن نعمت یه هنره، تمرین میخواد که شما نعمتهایی که داری، داشته هایی که داری رو ببینی. اگه هنر نمیخواست، اگه تمرین نمیخواست، خدای متعال 13 مرتبه تو قرآن به ما نمیگفت اذکروا نعمت الله؟ 13 مرتبه خدا تو قرآن فرموده با صیغه های مختلف اذکروا نعمت الله. نعمت های خدا رو ببینید، نعمت های خدا رو مشاهده کنید، نعمت های خدا رو نگاه کنید. من گاهی این مثال رو میزنم، میگم شما دیدید بعضی از این بچه های دبستانی رو میبرن به موزه های تاریخی. این بچه دبستانی داره پفکش رو میخوره و از راهروی موزه رد میشه، گاهی هم یه نگاه سطحی به این اشیای عتیقه تاریخی میندازه. اون استاد تاریخ و معلم تاریخ هرس میخوره، میگه بابا این سکه رو درست نگاه کنید، سکه برای 2000 سال پیشه. این کاسه رو بهش دقت کنید، کاسه برای 5000 سال پیشه. کاسه خونتون که نیست. اونم همینطوری پفک رو میخوره و بنده خدا چه هرسی چه هرسی میخوره. آقا بلا تشبیه آدم وقتی قرآن رو میخونه گمان میکنه خدای متعال، حالا نمیگم خدا هرس میخوره، هی خدای متعال به ما مثل اون بچه دبستانی تذکر میده بابا این نعمتهایی که بر شما نازل شده، غرق در این نعمتها هستید رو درست ببینید. خدا نه، ولی به نظرم اهل بیت یا چرا دیگه؟ بله هرس میخوردن، هرس میخوردن از دست مسلمانان. جعل لکم السمع والابصار، تو سوره مبارکه نحل خدای متعال 40 نعمت رو به ما یادآوری میکنه، همین نعمتهای دم دستی. جعل لکم الابصار، من به شما چشم دادم. این چشم رو سطحی نگاه نکنید، از کنار این چشم نگذرید. این چشمی که من به شما دادم، توی این مقالات علمی نوشتن که این چشم در هر ساعت 36,000 بیت اطلاعات رو پردازش میکنه. این چشم 85% اطلاعات مغز رو پردازش میکنه. این چشمی که من به شما دادم قادر در کمتر از ثانیه تصاویر متحرک رو تفسیر کنه. این چشمی که من به شما دادم بیش از 10 میلیون رنگ رو تشخیص میده. لنزهای چشم شما از تمام لنزهای ساخته شده بشر سریعتر عمل میکنه. این چشم رو در یک کاوری، در یک جمجمه‌ای استخوانی محکم پیچیدم که ضربه نخوره. بعد هم یه پلک گذاشتم، هر وقت بخوای این چشم رو میبندی. یه اشک گذاشتم، هر وقت میخوای این چشم رو ضد عفونی میکنی. خب خدا میگه جعل لکم الابصار، به این چشم، به این نعمت نگاه کن، ببین این نعمت رو، درست دقت کن به این نعمت. یکی از بهترین راه‌ها جناب آقای قوامی برای اینکه ما نعمت‌ها رو ببینیم اینه که به کسانی که اون نعمت رو ندارند فکر کنیم. این دستورالعمل امیرالمومنین تو نامه به حارث همدانیه. امیرالمومنین تو نامه به حارث میفرماید حارث اکثر ان تنظر الی من فضلت علیه فان ذلک من ابواب شکر. خیلی توجه کن به اونهایی که از نعمت‌هایی که تو داری بی بهرن. میخوای قدر چشم تو بدونی؟ خیلی به نابیناها فکر کن. میخوای قدر سلامتی تو بدونی؟ خیلی به بیمارستانی ها فکر کن. میخوای قدر آزادی تو بدونی؟ خیلی به زندانی ها فکر کن. میخوای قدر شنوایی تو بدونی؟ میخوای قدر خدمتتون عرض کنم شنوایی تو بدونی؟ خیلی به اون کسانی که ناشنوا هستند فکر کن. فکر به اونها ما رو یادآوری میکند و رهنمون میکند به نعمتهایی که غرق در اون نعمتها هستیم و این باعث میشه اولین قدم به سمت وادی شکر رو برداریم. ولی ما متاسفانه عمدتاً برعکس این قضیه فکر میکنیم و نگاه میکنیم، یعنی به داشته های دیگران و به نداشته های خودمون متمرکز میشیم. همینه که قرآن کریم میفرماید و قلیل من عبادی الشکور، کمند بنده های شکرگزار من. اکثر بنده های من نیمه خالی لیوانو میبینن. اکثر بنده های من منفی نگرن، مثبت نگر نیستن. همیشه به نداشته هاشون فکر میکنن و به داشته های دیگران. از این جهت به جای اینکه از داشته های خودشون لذت ببرند،
حسرت نداشته های خودشون و داشته های دیگران رو میخورن. این آره. یعنی اکثر بنده های خدا شکرگزار نیست. در صورتی که توصیه به اینه لئن شکرتم لازیدن نکنی. واقعا معجزه، اسم خیلی قشنگی گذاشته، معجزه شکر. واقعا معجزه میکنه شکرگزاری، حمد خدای بزرگ، شکر. یکی از بازیگرها رو من دیدم تو همین صدا و سیمای خودمون پخش میکرد تلویزیون که این بنده خدا میگفت، حالا اسم نمیبرم، میگفتش من یه مدتی افسرده شده بودم، با اینکه خب شهرتی داشت، مقامی داشت، ثروتی داشت، اما خب میگفت افسرده شده بودم و بیماری افسردگی خودم رو با این کتاب معجزه شکرگزاری درمان کردم. تمرین شکرگزاری آدم رو از افسردگی و دلمردگی و پوچگرایی خارج میکنه. خب پس یعنی طبق امر امام رضا جان و عموم متن دینمون ما الان اول شکرگزاری بکنیم از این بابت که 2 ماه تونستیم در خونه اهل بیت نفس بزنیم، گریه بکنیم، سینه بزنیم، عزاداری بکنیم، پای منبر بشینیم، از معارف اهل بیت یاد بگیریم. اینا بله دقیقاً فرمایش شما اینه. و اولین قدم برای شکرگزار شدن دیدن نعمته. حالا انشالله اگر توفیقی شد در شب آینده 3 قدم بعدی رو ذکر بکنیم. اولین قدم برای شاکر شدن و شکرگزاری دیدن نعمت، رؤیت النعمه. خیلی خوب، دست شما در نکنه. ارادتمندی. مثل همیشه خیلی حظ بردیم و استفاده کردیم. اجرتون با امام رضا جان. سلامت باشید انشالله. انشالله فردا دیگه به عنوان آخرین برنامه محرم و سفر حسن ختام ما خدمت شما خواهیم بود با افتخار. سلامت باشید. اوامری ندارین؟ ارادتمند شما. مخلص شما. توفیقی بود خدمت. محبت دارید همچنین. حرف من حرف دلای بی کسه. یه امام رضا دارم واسم بس. الحمدلله رب العالمین.